مشتریان شرکت‌های مخابراتی برای ثبت دوباره سیم کارت‌های خود در مرکزهای خدمت رسانی جمع شده برای ساعت‌های زیاد نوبت پایی می‌کنند. در داخل این بنا که اجازه نوارگیری نداشتیم، تجمعی از مردم برای دوباره به قید گرفتن سیم کارت‌هاشان آمدند و برخی از آنها می‌گویند که بیش از 2 یا 3 ساعت است که منتظر دوباره به قید گرفتن سیم کارت‌هاش هستند. این اقدام در پی قرار 207 حکومت تاجیکستان از 30 اپریل سال 2016 گرفته شد. مقامات هدف اصلی این تصمیم را از بین بردن سیم کارت‌های غیر فعال می‌گویند. مسئولان شرکت‌های مخابراتی هرچند برای شرح رسمی تجمع مشتریان حاضر نشدند، اما در صحبت بدون میکروفون دلیل آن را منتظر شدن مردم به روزهای آخرین ثبت سیم کارت‌ها گفتند. مشتریان میگویند شرکت‌های مخابراتی باید از قبل برای جلوگیری از این مشکل آمادگی می‌دیدند. من بیشتر از 2 ساعت اینجا منتظر هستم. مردم اینجا زیاد می‌آیند. باید بیشتر از 2 یا 3 نقطه خدمت رسانی باشد. در این منطقه تنها یک مرکز خدمت رسانی است. افزون بر این، برخی از مشتریان میگویند شمار کارمندانی که برای ثبت دوباره سیم کارت‌ها مسئولند کفایت نمی‌کند. باید یک قانون قاعده خوبی خودشون در همین کارخانه یا که در شرکت جاری کردن که تا که مردم به یگان ماموریت آمده کار خودشون را آزادانه در یک وقت معین آسمان رسانده و از پی کار خودشون میشدن. با وجود نوبت پایی مشتریان، مسئولان سیم کارت‌های کار افتاده‌های سال خورده را به نوبت ثبت می‌کنند. نشد یاردم کردن که این طرف معلم گذاری دو باید احساس ولی لیکن این برای چه خطر آدم بسیار وی راهی اونجا چند تا نوبت به ایستادنده خطر راهی تیز وی کردنش نیستم خطر. مهلت آخری ثبت دوباره سیم کارت‌ها تا 30 اپریل سال روان می باشد.